همسویا 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 لبن خوب بیاین مرحبا همسایه داریم. اوه مرحبا داریم. مرحبا خوش آمدیم. کنی میشه شما مرحبا کنیم. کدام شمالو کتی زنک نیست خانه و چش رفته. اگر من بتونم یاردم کردم من یاردم میکنم. نه تشویش نکشید. من حاجدین از میگم یک چوی گرم. نه تشویش نکشید همسویا. من پیش خودتون اومدم. تینجا بود نه. خیلی خوب. چی خدمت کنم؟ کنی گپ زنی؟ شما ملیسه خانه در کار میکنین آخه. من پاکو نکنم. چی باید یکم کس غم داد؟ نه هیچ کس غم نداده. خیلی گپ زنی کو چی گپ شده است کنی؟ آخه یکم چی دوزیدن نیست خانه؟ نه لکه پولاتو ندادم. نه یکم چطور گم کردن با فکرم؟ نه آخه نه چی نگوشم دیگه؟ نه شد فهمیدم اگه نه فهمیدم نفقتونو ندادم. نه آخه نه چی گپ شده کنی گپ زنی؟ آخه راستی گپ خیلی گپ زدم. همه چی خیلی که هست گپ زنی؟ آخه زبانم نمیگرده که گپ زنم آخه همه خودی سرم خیلی گپ زنم. خیلی اشاره کتیه که یکم کاغذ بتون نوشته میتین. گوشتون دارم. لعنتی ها این نه ایروی آدمگریه نه ایروی جوانمردیه نه ایروی حاضر وای میکنیم بنویسید. ما میویم شونه حالا من مینویسم میگیرم همشه شما یک تا با یک تا نکل من همشه وای میکنم شما همسایه چطور شده در خانه ما آمدین ما این خاله رو چند تاشه یافتگی جزاشون دادگیم حالا شما باید نکنین رو افتاده نشوین خیلی که نه که اولی استی ها ما ایاول نقل کنم حادثه را ایاول توخیر نقل کنم شما گوش کنید. مالش کنیم یک روز همه گفتم بازار میرم. رفتم بازار رنگ بچه دیدم که همه کجایی که من رفتستم مای قفوم اومده سای همه مای راستی گپ اول اهمیت ندادم خیلی گو کردم گفتم قدش بلند بود پس بود قد بلند بچه قد بود دوباره همه خیلی گپ پرتاب که ای دختره سمکوت یاردم کنم من گفتم نه در کار نیست یاردم. دختره گفتم؟ نزدیک خونه من اومدم ترسیدم من گفتم که حاضر اگر یکون کس بینه یکون کمون میکنم راستی گپ گفتم محکم میکنم درم محکم میکنم که همه تو حالی من درم محکم میکنم گفتم که در تیلا کرد در اومد من گفتم داد بزنم ترسیدم با همسایه گفتم شرم میکنم یکون فکر نکنم بعد دست ما تو دادم خیلی شما زیت نشوین خیلی رو افتاده نشوین ما میقپیمش دلش میکنیم وقتی که پس پنجره رفت اونجا همه خپید دهن خپید
نیکی ما داد نزده سرد موخی داد نزده سرد خیلی یک گفتم که دهن مقابید بعد بو سر داد گفت خب که میکشمد من که من ترسیدم خیلی نمیخیل خیلی خلاصه بهش شدین نشدین؟ نه بهش نشدم بعد همین چند دوام کردم خیلی خلاصه انا همه حادثه همه خیلی شد همین گوشتنگیری چند دوام کرد؟ خیلی همه 5 منوت دوام کرد نیکی همه خیلی بچه قد بلندی بزه خوشوی پایبندی داشته شما شما ذکر نشوین، راه افتاده نشوین. ما این خلاش چندین نفرش دستگیر کردگیم. ما را حتما دستگیر میکنیم. یک تقریبا 25-30 سال میگیره. با اگر زنده بروی اونجا. نه حالی بستین نه هیچ گپ نداره. شما ذکر نشوین. کاری ما همیه. ما همش نوشتم شما اینا علاقه فوتورو چه گفتین حتی قد بلند چشماش کلان انا موی سرش سیاه خال نداره روش تازه 25 ساله تقریبا گفتین نه این واقعه کی رخ داد؟ این واقعه انا امروز 25 نوامبر امروز 25 نوامبر کی باشه 48 سال پیش 48 سال پیش کاری که از 10 سال زیاد باشه از 20 سال زیاد باشه ما دیده برآمده نمیتونیم من میدونستم که شما این کار دیده نمیتونید آخر نباشم چی اومدن که بدونین که تفتیش کردن نمیشه با میدونم بچم نیکی مرا میخوره که یک آدمی باشه که من همه حادثه را نقل کنم و او خوب فقط بشینه و گوش کنم چیکار کرده است؟ ای بچه پیش کلین دارو ای بچه جوانه ای بچه خود در سن سال شما من خونه خواب میدر آمدم با چه دیده میکنم رای پیش چیکار میکنی؟ زیرا گپ زن زیر که گریه میکنم کسی پرسید من کار دارم